و بازداشت گروهی از آذری‌ها در شهر یکاترینبورگ رابطه‌های روسیه و آذربایجان را تیره کرده. در 3 روز گذشته در شهر یکاترینبورگ 6 نفر را که با هم خویش و تبارند با اتهام قتل‌های فرمایشی دستگیر کردند. عملیات بازداشت که روز 27 میلیون در چند خانه در شهر صورت گرفت با مرگ 2 نفر پایان یافته است. همکارم خیرامان بقازاده این موضوع را پیگیری کرد و در استودیو با ماست. خیرامان، چرا این پرونده سر و صدای زیادی هم در روسیه و هم آذربایجان به پا کرده است؟ ظاهراً شیوه عملیات بازداشت و پیامدهای غیر انتظاری آن سببی در سرخط خبرهای آذربایجان قرار گرفتن این حادثه شده است. در جریان عملیات بازداشت گروهی از گمانبران با قتل‌های فرمایشی که ماموران خدمات امنیت فدرالی روسیه روز 27 میلیون در یکاترینبورگ انجام دادند، 2 برادر هلاک شده است. عملیات در خانه‌های صورت گرفت که اهل خانواده سفروف‌ها و مالک یک قهوه‌خانه معروف آنجا زندگی می‌کردند. بنا به گزارش‌ها برادران حسین و ضیاءالدین سفروف‌ها در جریان عملیات به هلاکت رسیدند. رسانه‌های روسیه از قبل مقامات انتظامی نوشتند که گویا هنگام بازداشت احوال این 2 برادر بد شده است و آنها را برای معالجه به بیمارستان بردند. به قول این منبع دل برادران از کار مانده است. اما سیف‌الدین حسینلی برادر دیگری آنها به رسانه‌های آذربایجان گفته است که ماموران FSB برادرانش را وحشیانه عذاب و شکنجه داده کشتند. همه این افراد به گفته مقامات روسیه به یک عده قتل‌های فرمایشی از سال 2001 تا 2011 متهم می‌شوند. برادران صاحب قهوه‌خانه با نام کسبی بودند و به نوشته رسانه‌های روسیه در گذشته نام آن با جنایت‌های از جمله تیراندازی در قهوه‌خانه در سرخط خبرها قرار گرفته بوده است. خود برادران حسین و ضیاءالدین سفروف را سال 2001 به قتل یونس پاشایف، یک هموطن خودشان، متهم می‌کردند، ولی پرونده فراتر از این اتهام نرفته است. و خیرامان، مقامات آذربایجان در رابطه با این مسئله و بازداشت گروهی آذری‌ها در روسیه چه واکنش نشان دادند؟ روز بعد از عملیات وزارت امور خارجه آذربایجان با نشر یک بیانیه رسمی از قتل شهروندان خود در روسیه اظهار نگرانی عمیق کرد و از مقامات این کشور خواست پرونده را فوراً و عادلانه تحقیق کرده گناهکاران را جزای سزاوار بدهند. بعداً پیوتر ولکویخ، کاردار سفارت روسیه در باکو را به همین وزارت خوانده اعتراض رسمی کشور را به او رساندند. در بیانیه رسمی در این باره آمده است که در جریان عملیات 2 آذری وحشیانه کشته شدند، چند نفر جراحت‌های سخت برداشتند و 9 نفر دستگیر گردیدند. امروز هم خبر رسید که تمام چاره‌بینی‌های فرهنگی روسیه که قرار بود در آذربایجان صورت بگیرد لغو شده است. سبب این هم به گفته وزارت فرهنگ آذربایجان عملکردهای هدفمندانه مقامات انتظامی روسیه به ضد آذری‌ها در یکاترینبورگ است. همزمان با این پارلمان آذربایجان تصمیم گرفته است که هیئت خود را به نشست مشترک مجلس ملی و شورای فدراسیون روسیه نفرستد. در بیانیه پارلمان در این باره آمده است که سبب دست کشیدن از شرکت در این نشست عملکردهای نمایشکارانه و غیر قانونی مقامات انتظامی روسیه است که باعث مرگ آذربایجانی ها شده است. سخنگوی وزارت کارهای خارجه روسیه ماریا زاخارова گفته است مقامات انتظامی شهروندان روسیه را که زاده آذربایجان می باشند برای جنایت‌های آنها در سالهای پیشین بازداشت کردند. تشکر. همکارم خیرامان بقازاده درباره یک عملیات ماموران امنیتی روسیه صحبت می‌کرد که با مرگ 2 آذری تبار و بد شدن مناسبت‌های سیاسی روسیه و آذربایجان انجامید و بنا به خبری تازه‌ترین مقامات انتظامی آذربایجان در دفتر سپوتنیک خبرگزاری دولتی روسیه در باکو تفتیش انجام دادند.